با تشبث بانک ملی تاجیکستان در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان در شهر اصفهان فستیوال سوادنوکی مالیوی برگزار شد. نمایندگان تشکیلات‌های قرضی ولایت محصولات قرضی و خدمت‌رسانی خود را به نمایش گذاشتند. ساکنان شهر از نمایشگاه بازدید به عمل آورده با فعالیت و خدمت‌رسانی تشکیلات‌های قرضی از نزدیک شناس شدند. طول 3 سال می شود که چونین فستیوال های سوادنوکی مالیوی در منطقه گوناگون کشور برگزار از جانب بانک ملی در همکاری با تشکیلات های قرضی و مقامات های محلی برگزار کرده می شود. مقصد از این فستیوال ها در آن است که کمی هم باشد سطح سوادنوکی اهالی را بلند برداشتن است. یعنی که شهروندان آمده در فستیوال ها اشتراک کرده کمی هم باشد با خود معلومات های نو می گیرند. برای رشد اقتصادی کشور خود پرداخت‌های غیر نقدی در اقتصاد کشور جریان‌های مالیوی را شفاف گردانده سطح اقتصادی پنهانی را کاهش می‌دهد. اینچنین این باعث واریدشوی بیشتری مبلغ‌های انداز می‌گردد. همزمان گفته می‌توانیم که پرداخت‌های غیر نقدی برای جلب سرمایه خارجی در کشور مساعدت می‌کند. همزمان ریتینگ دولت را در عرصه بین‌المللی بلند می‌بردارد. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان با اشتراکچیان چورابیدی محصولات‌های قرضی و خدمت‌رسانی از نزدیک شناس شدند. با در نظر داشت امکانیت‌های در شهر اصفهان موجود بوده در سمت دستگیری صاحبکاران و کشاورزان با ساکنان محلی از جانب تشکیلات‌های قرضی خدمت‌رسانی‌های بانکی پیشکش کرده شد. در این فستیوال فرم سوادنوکی مالیوی نیز یک قسمش می باشد که در آن کارمندان همین ساحه نظام بانکی برای شهروندان، برای طالب علمان، برای مردم محلی محتوای نظام بانکی در زمان حاضر فهمانده می شود. بلند برداشتن سطح سوادنوکی مالیوی اهالی امروز در سطح اول گذاشته شده است که برای که در زمان پیشرفت تکنولوژی ما باید تمام پهلوی نازکی نظام بانکی را به مردم رسانیم تا که به مشکلات دچار نشوند. سپس در قصر فرهنگ شهر فروم سوادنوکی مالیوی برگزار شد که در آن در برابر کارمندان تشکیلات‌های قرضی ساکنان نیز اشتراک نموده سوادنوکی مالیوی خود را غنی گردانیدند. قید کرده شد که تشکیل چنین فستیوال و چاره‌بینی‌ها بیشک در تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به افزون نمودن سطح معرفت مالیوی اهالی اینچنین بهر اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی ملی فراگیری مالیوی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2022-2026 نقش مهم خواهد گذاشت. باید گفت که امروزها نظام بانکی جمهوری تاجیکستان قسمی اساسی جدا نشونده بخش مالیوی بوده برای عملی نمودن سیاست پولی قرضی و اقتصادی کشور نقش مهم می‌بازد. وابسته به این یکی از وظیفه‌های اساسی نظام بانکی این پیشبرد میانه‌روی مالیوی توسط جلب ذخیره‌های پولی آزاد و اهالی و دیگر شخصان حقوقی و روانه نمودن آنها با واسطه قرضدهی به سوبیکت‌های اقتصادی به حساب می‌رود. فستیوال به نهایت در یک سطح بلند گذرانده شد. برای شهروندان چطور استفاده بردن همیان‌های الکترونی یعنی بلند برداشتن سوادنوکی مالیوی شهروندان پورا گفته گذشته شد. بسیار شهروندان نیز از همین برگزاری چاره‌بینی به نهایت شاد شده و از ما بسیار خواهش کردند که در آینده نیز چنین یک چاره‌بینی‌ها که گذشته شده است عین زمان نیز گذرانده شود. این برای بلند برداشتن سواد مالیوی شهروندان به نهایت رول مهم را بازی می‌کند. امروز در فرم سوادنوکی مالیوی شرکت ورزیدم و به خود چیزهای بیشتر ارزشمند را گرفتم. در فرم امروزه چگونه پسنداز گذاشتن و ایمن داشتن از هر گونه قلابانی که در شبکه‌های اجتماعی سلکه خود را گذاشته پول مردم را میگیرند. بسیار چیزها را آموختم. اگر چنین سمینارها زیادتر تشکیل کرده شود مردم بیشتر میفهمند که پول غیر نقدی را چگونه استفاده بردن با طریق برنامه‌های موبیلی بیشتر درک میکنند. مورد به یادآوری است که در شرایط امروزه با نظرداشت روز از روز افزون گردیدن طلبات اهالی به خدمت‌رسانی‌های بانکی برگزاری چنین فستیوال‌ها جهت بلند برداشتن معرفت مالیوی اهالی منطقه بسیار هم مهم و مناسب بوده برای پیشرفت اقتصادیات رشد ساحه‌های خواجگی خلق و دستگیری هرچی بیشتر اهالی به خدمت‌رسانی‌های بانکی
سهم ارزنده خود را خواهد گذاشت. در فورم متخصصان ساحه بانکداری در موضوعهای برتریت‌های پرداخت‌های غیر نقدی، پیشگیری عمل‌های قلابان مالیوی، مهمیت پس‌اندازگذاری، نقش تشکیلات‌های قرضی مالیوی در بلند بردن سطح سوادناکی اهالی، مفهوم و ماهیت سقوطی مال و ملک برآمد کردند. همزمان از جانب مسئولین بانک‌ها با مقصد سنجیدن سطح دانش مالیوی و هوسمندسازی اشتراکچیان آزمون‌ها و سوال و جواب گذرانیده شده، غالبان با تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند.